بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، برادر سوال نمودند که یک مرد به سبب نزاع کردن با پدر و مادر و برادر و هم خانواده اشان قسم میخورد و میگوید اگر من به همین خانه در آمدم زنم 3 طلاق بشود و از این خانه گویا قهر میکند و بیرون میشود از خانه پدر و مادرش و تا امروز چندین سال شده است که دیگر نمی درآید. چرا که قسم خورده است که زنی 3 طلاق میشود. حکم همین عمل چیست و چی باید کرد؟ بارک الله فیکم. نام این مسئله را میگویند طلاق المعلق على الشرط. طلاق المعلق بالشرط یعنی طلاقی که معلق به شرط است، اگر شرط انجام شد طلاق هم به وجود می آید. بارک الله فیکم. البته مؤمن نباید این عمل را در همه حالات انجام دهد. البته هر یک انسان کوشش بکند که زنی مسلمه خود را نگه بدارد و از این چنین عملها دست بکشد و البته این یک نمودی کمبودی در دین است و این کار خوب نیست که در هر یک مسئله، در هر یک نزاع، در هر یک مسائل کوچک انسان به زنش شرط بگذارد یا که به خودش شرط بگذارد که اگر من این عمل را انجام دادم زن 3 طلاق بشود، اگر انجام ندادم زن 3 طلاق بشود، در فلان وقت فلان کار را اگر بکنم زن 3 طلاق بشود. البته این اعوذ بالله یک بازی کردن به دین است، به احکام دین است. ببینید که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چگونه سخن زیبا گفتند. در سنن نسائی با رقم 3401 روایت شده است که ان محمود ابن لبید قال اخبر رسول الله صلی الله علیه و سلم عن رجل طلق امرأته 3 تطلیقات جميعا. از محمود ابن لبید روایت شده است که میگوید به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خبر داده شد که یک مرد زنش را در یک حالت با یک سخن 3 طلاق داده است. در یک مجلس، در یک حالت با یک سخن 3 طلاق داده است. یعنی گفته است که من 3 طلاق تو را دادم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از شنیدن این سخن از جایشان خیستند در حالتی که به نهایت غضبشان سخت برآمده بود و گفتند ایلعب بکتاب الله و انا بین اظهرکم. آیا به کتاب الله بازی کرده می شود در حالتی که من در بین شما هستم؟ یک مرد خیست و گفت ای رسول الله آیا بکشمش؟ ای رسول الله آیا همین مردی که زنش را در یک مجلس 3 طلاقت را میدهم گفته است آیا به قتل رسانم؟ معنای سخن این است که در یک مجلس 3 طلاق زن را دادن را 3 طلاق زن را در یک مجلس دادن را در یک حالت با یک سخن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بازی کردن به کتاب الله گفتند. چرا که کتاب الله طلاق دادن را به یک مرحله های الطلاق مرتان، طلاق 2 بار است، 1 بار میدهید و احکام حالت های خود را 2 بار و 3 بار است. اما کسی بیاد یک بار زنش را طلاق بدهد، این را چی گفتند؟ بازی کردن به کتاب الله گفتند. چی برسد به کسی که از در همه حالت قسم بخورد به این که اگر زن فلان کار را کرد یا فلان کار را نکرد 3 طلاق است، یا که من خودم فلان کار را انجام دادم یا انجام ندادم، به خانه در آمدم ندر آمدم،
زن 3 طلاق است. اعوذ بالله من ذلك. پناه به الله میبریم از این عملی بد. البته این حدیث حکمش خیلی که حافظ ابن حجر اسقلانی گفتند رجالش ثقات است و شیخ البانی هم در کتاب غایت المرام در صفحه 261 این حدیث رو اسنادش رو صحیح گفتند. حدیث صحیح است. بارک الله فیکم. پس این عمل درست نیست. اولا میگیم که این عمل را انسان نباید انجام میدهد، اما وقتی که انسان انجام داد چی باید بکند؟ البته علما در این مسئله صحبت کردند. طلاق المعلق بالشرط البته وجود دارد، کسی حرام نکرده است، اما از عملی کاری انسان عاقل نیست. پس اگر انسان این عمل را در حالت آرامی بی‌غضب شدید گفته باشد و به همین عمل دست بزند، زنش 1 طلاق می شود. یعنی این مرد گفت که من به این خانه نمی آیم، اگر بیایم زنم 3 طلاق می شود. اگر رفت و روز به همین خانه در آمد، داند که زنش 3 طلاق نمی شود، زنش 1 طلاق می شود. هیچ باکی ندارد، زندگیش ویران نمی شود، زنش برای این مرد حرام نمی شود، زندگی می کند. وقتی که زن 1 طلاق شد، در مدت 3 ماه به یگان نکاح، به یگان چیزی می تواند، یعنی همون روز وقتی که به همون خانه داخل شد تا بگاه همون وقت بگوید که تو زنی من هستی، من تو دوست می دارم، یا که هم خوبگی بکند، جما بکند، باز زنی خودش می شود، هیچ احتیاج به نکاحی نوی ندارد. اما اگر بعد از این که به خانه در آمد، یعنی شرط رو به وجود آورد، به زن طلاق یک طلاق افتاد، اگر 3 ماه گذرد البته باید نکاح جدید بکند. اما اگر همین سخن را به خاطری، یعنی نه به خاطر طلاق دادن حقیقی زن، بلکه به خاطر خودش را از همین خانه دور کردن، به خاطر یک همچون قسم این عمل را گفته باشد، ببینید این سخن را نه همچون حقیقی به نیت طلاق زن، یعنی بعضی ها هستند که میگن که به همین کار را انجام دادن یا که به همین خانه در آمدن زن 3 طلاق شود. وقتی که حقیقت از اونها سوال میکنید، مقصدشون در حقیقت طلاق دادن زن نه، بلکه گویا همچون قسم این عمل را انجام دادند. اگر مقصد این مرد همچون قسم باشد، میگوییم که البته به این خانه درآید، زنش هیچ طلاق نمی شود، هیچ مشکلی نیست، اما این قسم خورده است، همچون قسم باید کفاره قسم رو بدهد. کفاره قسم کفارته اطعام 10 مساکین من اطعم ما تطعمون اهلیکم او کسوتهم او تحریر رقبه مؤمنه. اول باید، یعنی 3-4 مرحله دارد. هر کسی که این سخن را گفت، یعنی طلاق را بر شرط گذاشت، گفت که اگر مثلا من به همین خانه درایم زنم 3 طلاق شود، یا که زن فلان و فلان دیگر چیزو یا فلان عمل را انجام بدهم، یگان کار را انجام دهم یا ندهم زن 3 طلاق شود، مقصدش همچون قسم خوردن گفته باشد، نه به خاطر طلاق دادن زن، بلکه به خاطر همچون یک قسم گفته باشد، در این حالت میگیم اول بدون که این عملات خطا است، درست نیست، اما وقتی که این عمل رو انجام دادی، تو میتوانی که از این عمل نجات یابی. تو میتوانی که به همون خانه، به خانه پدر و مادرت که گفتی داخل نمیشم، داخل بشوی و بعد از این کفاره بدی. کفارهش این است که به 10 مسکین، به 10 یک مسلمان هایی که قمبغل است، به اونها طعام بدهی، به 10 نفر طعام بدهی، طعام میانه تا شکمش سیر شدن، یعنی یک آش با همراهی 1 برده نان، 1 پیاله چای. اگر پول نداشته باشد، به 10 نفر اوقات برای خوراکواری غذا دادن پول نداشته باشد، مبلغ نداشته باشد، شرایط نداشته باشد، در این حالت به همون 10 نفر لباس بخرد. اگر لباس هم نداشته باشد، یک مؤمن یک غلام را آزاد بکند، که البته امروز وجود ندارد.
اگر هر سه این حالت رو کرده نتواند فإن لم يجد فصيام فإن لم تجد فصيام 3 ایام. اگر این عمل ها را انجام داده نتواند پس 3 روز روزه بگیرد. به همین خلاص است. در حالتی که نه به مقصد طلاق بلکه این عمل را به مقصد قسم گفته باشد. اما دانید که این چنین قسم خوردن، یعنی قسم به 3 طلاق میخورم یا که من اگر به همین خانه آیم زنم 3 طلاق شود، این هم یک نمود قسم است که البته جایز نیست، چرا که در روایت امام بخاری آمده است که پیامبر صلی الله علیه و آله میگند لا تحلفوا بآبائكم فاحلفوا بالله من اراد منكم ان يحلف فليحلف بالله. بغیر الله به چیزی دیگری قسم نخورید. هر کسی از شما اگر خواهد که قسم بخورد به الله قسم بخورد. سومین حالت، اگر این انسان همین سخن را در حالت غضب شدید گفته باشد، غضبی که از حد گذشته این انسان را از انسانیت بیرون کرده باشد، از کنترل بیرون کرده باشد که هر سخنی رو بگوید که خودش نفهمیده مونده باشد، در این حالت این سخنش هیچ اهمیتی ندارد و طلاق نمی افتد. ما میگیم لا طلاق فی الاغماق. خیلی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله گفتند طلاق نیست در حالت پوشیده شدن عقل. وقتی که انسان در حقیقت غضبش شدید می شود، عقلش پوشیده می شود و خودش را کنترل کرده نمی تواند و سخنی گفته اش را نمی فهمد، در این حالت هیچ طلاق نیست. این به اتفاق علما است. اما اگر غضبش سخت شده باشد اما از کنترل بیرون نشده باشد، سخنی گفته اش را فهمیده باشد اما غضبش سخت باشد اما سخنش را فهمیده گفته باشد، در این حالت جمهور علما میگن که البته طلاق میافتد. اگر رود یک طلاق میافتد، چخیلی که ما در اول گفتیم. اما سخنی صحیح این است که چخیلی که شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله میگن و شاگردشون ابن القیم الجوزی میگن، در این حالت هم طلاق نمیافتد. یعنی انسان اگر غضبش شدید شود و دیوانه تخلید شود یا که غضبش سخت شود و البته دیوانه نشود، هم سخنی گفتهش را فهمد، هم در این حالت طلاق نمیغلطد. پس 3 حالت دارد. حالت اول، این سخن را این مرد نه به خاطر قسم و نه به خاطر در حالت غضب، در حالت سالمی و به خاطر در حقیقت طلاق دادن گفته باشد، اگر رود یک طلاق میغلطد، هیچ باکی نیست، یعنی باز زندگی است. اگر در حقیقت به خاطر قسم این سخن را گفته باشد، کفاره قسم را میدهد که ما بیان کردیم. اگر در حالت غضب شدید گفته باشد، هیچ مشکلی ندارد و این سخنش بیکار است. بارک الله فیکم. با همین این مسئله به پایان میرسد و همین سخن علما و همین سخن علمای اهل سنت و جماعت است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. البته این راهی حل است. انسان نباید این چنین یعنی بی‌تمیزی را انجام بدهد که به خانه پدر و مادرش قسم بخورد، بس طلاقی که نمی آید. البته این عمل را انجام ندهید. به خانه پدر و مادر البته رفتن اونها را زیارت کردن واجب است. بارک الله فیکم.